پایه تست و تعمیر دیگه دستگاه تکو 79 کیلووات، کاربرد روی جرثقیل حرکت طولی ارزی، دو سرعت و اندازی از طریق ترمینال آی او رام میشه. سرعت دوم هم الان اضافه میکنم. سرعت اول به همونجور که میبینید روی 8 هرتز هست. بذارید من الان سرعت دوم، سرعت اول رو روی 8 هرتز و سرعت دوم روی 30 هرتز. بله. جهت حرکت رو هم عوض میکنیم. با سرعت دوم در جهت مختلف اضافه میکنم و موتور رو هم که سختی میبینید که بسیط هست. چقدر نرم و آرام داره کار میکنه، آدم لذت میبره.